کماند ایتن کماند. دکتر را اینجا میارند. کماند. الو فهما کماندون مایلش ایتن سلاح‌های نو میارم. به قرارگاهی نزدیک سرحدیمان رو آن را در زیر فرمان خود گیر. فهما سینان مایلش رفته. گذر. با دقت باش. راه گردید. رفتیم رو کردید. زودتر. این چی بود؟ در انبار یک یاره دور با اتاق کماندو باشه. زودتر رفتیم. سلاح ها را گیرید. یک مشکلی هست. سری طاهر به بلا ماند. رفتیم راه گردید میرویم. ایستید. به سلاحداران کمک میآید. زودتر میرویم. همه جا باجا شوید. زودتر. اینجا را تازه کنید. سیفی برانه اتاق کماندو میگریزید. زود باشه. بوتن میگریزد. انشاءالله به محاسبه نمیرسد. او رو از دست میدهیم. ایسا پسرم بگذار سینان با اون نزدیک شود. ما نظارت میکنیم. سینان هم در آنجاست. این بوتن کماندون است سینان. بله او بوده است. یردار است. رفتیم. زود باشید. بوتن چی شد بوتن؟ آتش! اما نگرید. نشانگیری سفرانه. نگهبان ها به احاطه افتاده است. ایستادم. احتیاط شوید.
اکنون از اینجا آرامانه برآمدن نمیتوانیم. خیر ایستا گفتم. چه شد دوتن؟ نمیدونم. همه جا را از ما گفته یک بار زده با موبین در آمدن. ما را پراکنده کردند. آرام شو. تو بوتن را گرفته رو. بوتن را احتیاط کن. من شما را حمایه میکنم. ربط زودتر. برمیگردیم وگرنه ایهات همیشه بیم. زود باشه. زودتر. مادر شما اینجا بودید. تو چیکار کردنی؟ حیاتمان رو نجات دادید. تشکر. تو کیستی؟ نامم زیلم. زن بوده است. طاهر یلماس ایستو پسرم. سلاحداران نابود شدن. با کمک زیلن از آنها خلاص شدیم. تو؟ او رو میشناسی؟ کشتن خواهی بکش. زودتر گریز. تو آزادی. چی؟ تو چی ها میگوی؟ گریز میگویم. نمیفهمی. گریز. این دختری است که حیات مرا نجات داده بود. فهمو. باتن گریخ یلماس. دیدیم اما سینان آمد. دستگیر کرده نتوانستیم. او چرا اینجا ایستاده ایم؟ با احتیاط میرویم. شاید دینا رو هم نجات طاهر ایست. آنها گریخته به باشگاه خود نزدیک میشوند. گذشتنمان ناممکن است. دیلا کی او را دستگیر کرده باشد؟ حاضر در کجاست؟ دخترم. خدا جان چطور با دهم روم؟ اینا چهل انداز میسپارند. هیچ چیز ندارند آخر. این به شرف به فکر ما را فیله میکند و او فایده باشد میرود. با خدا من دهانم را نکشادم ولی وای چنان به سرم زد که چی گفتنم را ندانستم. اکا یک دقیقه صبر کنید. وای این کی باشد هم؟ چرا اینجا میگردی؟ من همشیره دهه آبی کلام هستم. اگر شناسیت نبیره بابا ابراهیم میباشم. البته میشناسم. اینجا کی بابا ابراهیم رو نمیشناسه؟ خدا رحمتش کند. آمین. آمین. مرا ببخش اما یک چی پرسیدنی هم که چرا در این وقت اینجا تنها میگردی؟ بخیر است؟ بعد هم برگشتنیم اما روح رو گم کردم. ساعت هاست که در راه سرگردانم. خدا از شما راضی باشد راه رو به من نشان دهید. مایلش دهات خیلی دور است. ما هم از آنجا میگذریم لیکن اول یک کار داریم. آن را حل کرده یک جای میرویم. گوش کن خواهر تو ما را اینجا انتظار شو. در پسیون جری یک چوپان هست. ما حاضر یک امانت را با او داده زود برمیگردیم. مرکب های ما نزدیک تو ایستد. خوب فهمیدم اکا. شما خواطر نشوید. من اینجا انتظار میشوم. خب مایلش این تر باشد ما میرویم. تاریک نشده تو را به دهت میرسانیم.
سلامت باشید. اکنون گیر این رو هم یعنی گیر رفت. یک تا نمیرسه. There is one missing. They were not missing. She must be wrong. میگوید که در اینجا خطا شدنش ممکن. گیرید این را. پول در درونش. خدا شفا دهد با تنقمندان. کنیگرو همه کارش را کند. از راج به سینان. میشنوم راج. زیلان از تشکیلات گرفته است. او حامل است. باید سپارش را اجرا میکرد. فهمیدم. فهما. او را یافته دستگیر میکنم. امروز پس از 1 ساعت مجلس میشود. حسابات در چه حال بودن ما را میشنویم. در خارج هم میشویم. فهمیدم میلش. این به اجرای کاری نمیشدنی دخل دارد. سینان کماندان، او برای خبرگیری برادرش آمده است. زیلان را به خود همراه کرده اید یا این دروغ است؟ تو کیستی؟ منکش. زیلان به تشکیلات خیانت کرده است. نامعقولی کرده. حامله شده است. سپارش را اجرا نکرده گریخته است. وا به ناموس، وا به عقل. الا فهما خوب در وقتش در همانجا. وای خواهری به ناموست در آبی کلام بوده است. رو ناموست را پاک کن. بدی همان راه بازگشت ندارد. میکشم و به ناموس را. خیلی خوب. خوب به ناموسش رسید. آتش گرفت. چرا از تشکیلات گریختی؟ چه سبب شد؟ از تو کی پرسید است قزبان؟ الهی شفایا. تشکر. طاهر، محافظان را جمع کردم. تو را حمایه میکنیم. بسیار خوب یلماس، میرویم. من همه توانم روم. مایلش. شما از که آمدید همین طور؟ اپام را ندیدید؟ اپا جان مهربانی من چرا نآمده؟ کی می آمده باشد؟ نمیدانید؟ در آخر به خونم به دهمون برمیگردم. آنها کجا شدند؟ مرحمت. 50 100 150 200. این چیست؟
انداز را نپرداخته میروید. نه اکا، استغفرالله، ما از انداز سرپیچی نمی کنیم. با خدا در خانه همون همین قدر بود، دیگر هیچ چیز دروغ میگویید. با خدا راست میگوییم. بودو شدی خانه ما رو جمع کردیم، در خانه ما فقط همین قدر بود. تا سلاح‌های نو آمدن. خیر. I hope to see you when the new guns come. Absolutely. I'm gonna assign the material, the best one for you. او میگوید که در خارجه خانه از همه بهترین از شما می شود. باید این طور شود. پیشتر با ما پول کار کردگی ها در تشکیلات چند نفرند؟ It should be. She said how many gangs work cash just like us? The work is mutual. How could they get that amount of money without our help? Without us, in Swiss bank, they won't open an account. میگوید که این کار دشمنانی ماست. ما نباشیم این مبلغ چطور به دست شما میرسد. اگر خواهید در هر بانک شویتزر از صورت حساب خودتون رو میگشایید. بگوید خریدار راضی، فروشنده هم راضی. این به هممون میرسد. لیکن دروغ گفتن لازم نیست. رفتیم. چی شد؟ آنها دروغ میگن قماندان. انداز راه را کم میدین. چی میبردید؟ مالهایتان در کجا؟ همش همینجا. در آن پسی جرگی بیایید ببینید. رفتیم آن مالها را میبینیم. اگر مالی پنهانی داشته باشه در همانجا محکوم میشوید. رفتیم. تویست اینجا را نگهبانی کن. در درون سلاح ها هست. فهمو. خدا جان. همشیره؟ را دستگیر کنید زود. دکتر دهه یا بیکلان با استفاده یک تاکتیکای خود آنها را زیر تصرف خود گرفت. ما میتوانستیم سردارشان را مغلوب کنیم. بله، میتوانستیم سلاح‌ها را هم گیریم، اما آنها جایشان را عوض کردند. به ما اساس مقابلیت فکری مردم بر ضد آنهاست. در حیات گم شده و پیدا نشده را آنها از جنگ میجویند. این تنها کار نگهبانان نیست. اگر مردم خود کوشش کرده مبارزه نبرند این کار خیلی دشوار است. زود باید عمل کنیم، وگرنه در این وادی به آخر آنها از ما میگذرند. آنها در اینجا بودن ما را دانسته به آب کلان میروند، اما در این حالت آنها ما را میشناسند. مادامی که به آب کلان نمیدراید کار را خیلی جدی میکنید. در دنیا از همه سلاح بزرگ را استفاده میبرید. میدانید از همه سلاح بزرگ چیست؟ پول است. مردم فقیرند، بسیاری ها محتاجند، همه فایده میجویند. در این کارها کسی بسیارتر دهد از سلاح او میپرانند.
آن وقت چطور پریشان و ناتوان شدنی دکتر را میبینیم. وقت جمالش را نشان دهد آنگاه پول را به دست در آوردن آسان است. این کار البته آسان نیست. مردم، مردها، زنها، کودکان از ناعلاجیشان با آنها تسلیم میشوند. برای همین باید همه ما بپاخیزیم. حالا برای آموزاندن اهل دهه همه ما باید سفربر شویم. باید جسارت نشان داده این دهه را محافظت کنیم و از همه مهم آموختن را فهمانیم. مقصد ما مکتب را گشودن و درس را دوام دادن است. این مسئله خیلی جدی است. چیزی شود یا نشود این مکتب باید گشوده شود و ما باید کودکان دهه های دیگر را هم باور کننده به مکتب بریم. این مکتب باید گشوده شود. سلاحتان را خوب از نظر گذرانید. هدف خیره منمون. با دقت باشید. مایلش نغز به نشان گیرید. پرانید. با دقت باشید. بعد به نشان میگیریم. این رو دیدید؟ از یاد نبرورید. نشانگیرک نام دارد. با آن همین نشان میگیرم. اما زیلان بس چون دشمن را نظارت کرده. جوابی نامعقولیت رو میدی. اکا به خدا من عیب ندارم. به ناموس به ما اسناد آوردی. ما رو شرمنده کردی. سرده مرا. این مسئله ناموس است. مسئله ناموس. سرده میگویم. سرده مرا. عریضه می نویسم که با دیه هم معلم فرستیم. معلمی نو چی لازم؟ اگر آید هم در دیه میموند یلمز از عهده‌اش نمیبراید. یلمز تا آخر نخوانده است. و این کودکان یک معلمی با سواد لازم است که آنها را آموزانده برای نیکی هدایت کرده تواند. گوش کن دکتر، باز از نو سنگ رو به طرف سلاحداران. از سلاحداران میترسیم رئیس. خیر خوب من خطا کردم. عریضه نوشته میفرستم. مایلش رئیس برای مکتب یک اسب و عرابه لازم است. عرابه چی لازم؟ از دیه های همسایه به مکتب طلبه دعوت میکنیم. آبی کلان در این منطقه مرکزی آموزش میشود. اگر یافته دی هم عرابه کش هم طلب میکنید. اینا چی میخواهند؟ من به دیه فواد رفتدیم. یک بار با رئیسان دیه های همسایه نیز بخورددیم. خدا مدد کنه طاهر. انشاءالله با خوش خبر برمیگردی. چی شد زیلان؟ اکم برای کشتن من آمده است. زود با این طرف. زیلان ایستا. چرا تو رو کشتن میخواهد؟ خودم نمیدونم. با این طرف زودتر با اینجا دارو. زیلان نمیگریزی زیلان. و جز مردن دیگر راهی نداری. رفت. اکا مرا کشتن میخواد. تو مرا نجات ده یلمز. دردت را نفهمیده به تو چه کمک کنم؟ از بیسر سومانی یک کماندو مرا تجاوز کرد. وقتی حامله شدم فرمانی سپارش برام. من اکم رو میدونم. مرا زنده نمیموند. ناموسمان رو پاک میکنم. گفتم مرا میکشند.
آرام شو. یگان علاج میابیم. با من oyladur شوی Yılmaz. نجاتم ده. دیگر راه نیست. اکا مرا زنده نمیگذاره. چی کاره نکنم اکا مرا میکشه. آخرین چل میشود. حق هستی. تو رو این درچ خیلی مجبور کرد نمیتونم. من در کجایم؟ از جایت نخیز. با خود آمدی؟ تو کیستی؟ من در کجایم؟ نترس. در دههای پزرچیک هستی. نامی من رقیه. من معلمه زبان انگلیسی. در بازگشت از درس تو رو در راه بیهوش دیدم. در اون جایها تو چی کار میکردی؟ تشکر. خدا از تو راضی باشد. تو از کجایی؟ از کدام دهه‌ای؟ من همشیره دهه اوبی کلونم. نامم دیلو. در این هوای خنک تنها در راه چیکار میکردی؟ من از سلاحداران گریختم. سلاحداران؟ آنها از تو چی میخواستند؟ نترس، این یک همدهه من است. بخیر است نمک احمد؟ زوجم جرها تیار کرده است. گفت که به معلمه هم برخوره. تشکر امک جان. چرا زحمت کشیدید؟ چه زحمت دخترم؟ یک دمک است دمک خوب جان. دخترم خوب. روزی گذشته داروهای شما را گرفتم. بخواهم آنها را دهم. مرحمت. رحمت دخترم. خدا از تو راضی باشد. از شما هم راضی باشد. تشکر. سلامت باشی. سلامت باشی. در کجا بودی زوزن؟ در خانه یک کار بود. برای همین آمدم. مایلش. گیر جانکم. این هدیه به تو وعده کردم. تشکر. تو این را نمی پوشی؟ مایلش. به خانه تون برده بعد پوش. برای آنها چقدر کارهای زیاد میکنی. معلوم که آنها تو را خیلی دوست میدارند. بله میدونم. من هم آنها را دوست میدارم. وگرنه اینجا نمیموندم. ببخش که تو را اینقدر ناراحت کردم. خیر اکنون باید روم. تو دیوانه شده ای؟ حاضر هوا تاریک میشود. در این شبی چه خیل میروی؟ میترسم. بعد همون برگشتن میخواهم. نه ترس. اینجا باوری نوک است. این شب اینجا میمونی.
پگاه من خودم تو رو برده به دهاتتان میرسونم. مایلش. تشکر، خیلی آدمی خوبی. تشکر. رفتیم. تشکیل محافظان جانتان را، مالتان را از سلاحداران محافظت میکنند. محافظ چه لازم است؟ و ما عسکر و پلیسانی دولت بسنده است. راست آنها چیکار میکنند؟ درست، برای این کار عسکر و پلیسان هستند. اما اینها جوانانی از خونمان، از جانمان بوده را با فریب بکو میبرند. اگر ما به این کار دخالت نکنیم، آن جوانان برگشته و خویشاوندانشان جبر میکنند و آنها را به خود دشمن میسازند. ما ضد خونریزی تنها خودمان را حمایت میکنیم. مهم آن است که ما باید این خونریزی را منع کنیم. دکتر طاهر درست میگوید آقایان. این خونریزی را باید خاتمه داد و آنها را از راهبرانشان خلاص کردن لازم. ما مقابلت کنیم، آن آدمان هم از جنایت صادر کردن دست میکشند. اگر محافظت کنیم، کودکانمان آزادانه در دهه میگردند. شعار کسانی محافظ این پوستم در تنم است. من دهام را به محافظان میسپارم. این به خانه زنبور چوب خلانیدن نیست مگر آقای مسلم؟ سلاحداران زود دشمنمون شده، دیه را تار و مار میکنن. سلاحداران هم محافظ دارن. گوش کنید جنابان، زود ترسیدن لازم نیست. برای اون که در این خاک بی‌ترس و با حضور زندگی کنید، مجبورید که به این جنگ آماده شوید. اگر همه دیه ها تشکیل محافظان را پسندند، اگر محافظان یک جای بر ضد سلاحداران مبارزه برند، سلاحداران شکست خورده دیگر به ما هجوم نمیکنند. سلاحداران آدمان ما را استفاده میبرند و ما نباید دیگر نزدیکانمون را از دست دهیم. آقایان، دهه آبی کلان در این منطقه جای باوریناک و مرکز محافظان گردید. آدمان برای حفظ شدن به آنجا رفته ایستادند. فکر میکنی؟ شما چی فکر دارید؟ و فکرم همین کار کنیم خوب میشود. دیگر چاره نداریم. آموزشت ما را دستگیری میکند طاهر؟ نمیدانم فؤاد. میگویند که در دهه پزرچیک یک معلمه انگلیسی هست. از دل و جان معلمی میکرده است. مردم او را زیاد دوست میداشتند. راهبرمان ما را گوش نمیکند. اگر خواهی را با او صحبت کن طاهر. شاید او را راضی کنی که محافظان را قبول کند. من هم شنیدم نامش رقیه. بله، باید معلمه را ببینیم. اما کمی پس هوا تاریک می شود. پگاه رفته با او صحبت میکنیم. رفتیم. گریه نکن دختر. ما تو را حمایت میکنیم. البته راه حل این کار را مییابیم. این دعوای ناموس است. مگر راهی حل آن کار هست خاله زیلا؟ حکم مرا میکشد. دیگر یگان راهی نیست. زیلم، مردم دهاتان را جمع میکنیم. اکات را هم دعوت کرده صحبت میکنیم. من اکم را میدونم. او خیلی بدبخش. از دعوایش نمیگردم. تنها مرگ نجاتم میده. دخترم، ما البته یگان راهش رو مییابیم. شما چی کار میکنه؟ از دست شما چی میآید؟ چه خیلی منو نجات میده؟ البته یگان چارهش رو مییابیم. رفتیم یلماس. ما او را تنها میگذاریم. بگذار استراحت کن. خوب شده است. این دختر در اینجا چیکار میکند؟ معلوم که از کسی پنهان شده است.
با من یاری ده رئیس. این دختر را یابم. بشین. با آدمی در مکتب بوده گریخته ها؟ همین طور رئیس. او یولماز بود. او خیلی گناه دارد. ها با تو چی ها؟ تو دوستاشش میشوی؟ کیش میشوی؟ ها؟ اگر اویله دار شوان هر دیشان رو رها میکنم. صبر کن. شهبازی دانا، شهبازی بخل، تو در این کار واسه یولماز آب میریزی. یولماز از خود رفته است. همه موزون یک ضربه میزن. تو کمی نشین برادر، کمی استراحت کن. حاضر در کجا بودنش را میفهمیم. ای یولماز. یعنی تو از رهبر سلاحداران گریختی؟ بله. این کار به سر من و بسیار دختران دیگر میافتد. چی طور از آنجا گریختی؟ کی به تو یاری داد؟ خدا یاریم کرد. همین طور گریختم. تشکر رقیه. کمی دیگر بیارم؟ دیگر نمیخواهم. فهمو. اکنون گذشته خوب کن. پگاه سر بر وقت براه میبروی. خدا از تو راضی باشد. لبای. الو بوتن من رقیه. شناختم تو را رقیه. همشیره از شما گریخته حالو در دستی من است. همشیره گریزه در دستت؟ بله در دستی من. زود آمده او رو بگیر بوتن. در این هوا شبانه در کوه گشته نمی شود. صبح براه می برایم. تو همشیره را رها نکن. بگو صحت و سلامت. بعدی هم به خانه هم بر میگردم. آقای دکتر، این درد مرا میکشد. خاطر نشو ولدو. حاضر یک سوزن دارم میگذارم. آرام شو. با کودک چی شده است؟ خوب است؟ به خدا نمیدانم آقای دکتر. مادرش وقتی تولد فوتید. کودک باشد از وقتی تولدش تا حال میگیرید. یک بیماری دارد که ما نفهمیدیم. کسی نگاه بین میکردگی هم نیست. مادرم فلج است. خودم به کار اندرمان شده اهمیت ندادم. کودک باشد از حال رفت. کودک رو با یگان دکتر نشان داده بودید؟ نه، با فرمان تشکیلات خیانت کردم. الدا، خدا از تو راضی باشد برادر. با خدا برایت نگریستن نمیتوانم. نه اکنون تو اینجایی، دیگرش مهم نیست. چیکار کردی؟ داروهای فرستادم رو گرفتی؟ همش را گرفتم. خدا از تو راضی باشد. از او خون گرفته سنجیدنم لازم خلیل. پگاه نتیجه سنجش را دیده بعد عمل میکنیم. افسوس برزن، افسوس. در کجا بودن آنها رو من میدانم. در کجا آن رئیس؟ آنها البته در خانه زلال. آن خانه در کجاست؟ من به تو نشان میدهم. رفتیم.
خطا نفهمو. خواهری تو با یلمز خیلی نزدیک است. یعنی دختر با او هر دوشون رو میکشم. خودت میدونی فریب کردم، سلاح به دست شدم، تجاوز کردم، امیده شدم. مگر به جزای این گناه من سزاوارم؟ زیستن میخواهم، در این سینی جوانیم مردن نمیخواهم. یلمز نمیمیری زیلن، یگان چاره بودگیست. تنها یک چاره مونده است. باید به کسی اویله دار شوم. تو مرا نجات ده، مرا به زنی گیری یلمز، حیاتم را نجات ده. آخر من زن داشتم، برفینم بود. من نمیتوانم به عشق او خیانت کنم. من خوراک را برده می آیم. خاموش شینید و به بیرون نبرایید که چیکار کردن این آدم معلوم نیست. خب مادر، خواطر نشوید. چرا مرا بیدار نکرد؟ Yes, okay. There are 10 more families in the weekend. Yes. I will change my location when I send them. I have sent 100 families to a lot of European country until now. So when I come, I want my wine. این یک دشمن. Okay. با خیر است؟ با کجا می روی دیلو؟ مرا رها کن روم. با هیچ کجا نمی روی همشیره؟ از من چی می خواهی؟ مرا سرده. با هیچ کجا نمی روی همشیره. حاضر بودم برای بردن تو می آید. های ایتین، این باتن اینجا نمی نماید. در کجاست؟ باتن همشیره را یافته است. برای آوردن او رفت. همشیره در کجا بوده است؟ نمیدانم، هیچ چیز نگفت. خوب رود دختر را بیارد. های ایتین، چرا اینجا بیکار نشسته ای؟ رو آن نوبتداران را نظارت کن. آنها در این سرما یخ بستند، مردند. چه حال دارند؟ کنی خیز، رو آنها را خبر گیر. رو زود باش. فهمو، داد نزن. رو زود باش. رو عاقبت به دست افتادی دیلا.
روحگر چی میکنم؟ رها کن که رها. بدرون درو. دیر مونده. امروز درس آخران. شناسنامه هایتون تیار. همه درس‌های گذشته رو حساب میکنیم. ما رو به اروپا میفرستید همینطور نه؟ بله. بعد اویله‌های ما رو به نزد ما میفرستید؟ بله، اما باید در اونجا با زبان انگلیسی سخن گویید. من همه درس‌ها رو از خود کردم. شما به خونه دروید. من حاضر می‌آیم. اپای رقیه. چی شد؟ این چی تعلقه؟ یک چیز را پرسیدنیه. اپای رقیه، ما چیزهای حربی را آماده کردیم. دیروز از شوهرم مکتوب آمد. میگوید که شما را باز به جایهای بد نفرستند. شما ما را به کجا میفرستید اپای رقیه؟ فهمو، یگان جای خواطری نیست. سروغش در دستمون. تو را با کودکانت به نزد شوهرت میفرستیم. خدا از شما راضی باشد اپای رقیه. من باز گفتنی داشتم. به نزدیکی کودکان من ناگهان یک دختری یاردار را یافته به خانه آوردند. بینم احوالش آنقدر خوب نیست. گفتنیم که اگر ما رویم او را که نگاه و بین میکنیم. این دختر کیست؟ از کجاست؟ به خدا اپا ما هم نمیدونیم. از دیهای ما نیست. وقتی آمدنش در تنش زخم‌های زیاد بود. بیچاره تماما بیهوش بود. یولماز گفته کسی را جیغ میزد. خدا رو شکر برفین زنده بوده است. فهمو، مشکلی نیست. شما آماده شوید. من یگان نفر رو میفرستانم. میلش. خدا از شما راضی باشد. از شما هم. معلمه. از اینجا بر اومده برفین رو میگریزم. خلیل، تو چرا در اینجا میگردی؟ چی میخواهی از من؟ میدانی که پاسبان تشکیلات بودی. از تشکیلات برآمدن خواهی جانت را قربان میکنی. برابر برای خدمتمان مبلغ میگرفتیم. من این دفتر را پوشانیدم. و تشکیلات کار ندارم. رو از نزدم جمال. کودکم چی حال دارد آقای دکتر؟ نتیجه سنجش را دیدم خلیل. کودک خیلی بیمار است. با او چی شده است؟ با بیماری سیل گرفتار شده است. پولمون نیست آقای دکتر. کودکان همه بیمار و خواطرند. چی کار کنم؟ پول بیمارخانه رو از کجا یابم؟ خواطر نشو. خدا یاری میدید. کاری از دستم آمده را میکنم. مادر؟ کمی خوراک آوردم پسرم. مادر، من به دهه پزرچیک میروم. اونجا یک معلمه بوده است. او را دیدنیم. میلش پسرم، احتیاط شو. خونه معلمه همین است. تشکر جانم.
مرحمت. ناراحت نکردم. من یک دوستم رو انتظار بودم. شما کی هستید؟ من دکتر دههای آبی کلانم. نامم طاهر. آواز طاهر؟ با شما یاری میدهم آقای طاهر. دهاتیون از سلاحداران ترسیده کودکانشان رو به مکتب نموندن. من باشم خانه به خانه گشته اونها رو دعوت کردم. یک بار کوشش کرده دیدن لازم. با آنها فهمانید که در دهه یگان جای ترس نیست. کودکان را محافظت میکنیم. مایلش من به اونها میگویم اگر اومدنی شوند به شما خبر میدهم. من از شما خبر انتظار میشم خانم رخیه. اون من رو با خود یاردم چی میگیرم آقای دکتر؟ در کجا بودی؟ دکتری آبی کلان اینجا بود. میدونم دیدم. کسی خبردار نشده این دختر رو از اینجا بر. زودتر. همشیره در کجاست حیفی؟ کنی اون دختر بگویم. زودتر به این طرف نگاه کن. دختر نیست. گریخت. خیلی گریخت. آخر او در همین جا بود. گریخت. سیفی در رو سیفی آره کنی برای جامد زود باشد. چی شد خالای زیلال؟ دخترم اکات را ندیدم. حامید را پرسیدم محافظان آن طرف بودند. گفت نه ترس دخترم. آنها او را نمی ماندند که اینجا آید. چی شد؟ حالتون خوب نمی نماید. دخترم چی شد؟ آبرویم ریخت خالای زیلال. نفر مرا بزنی گیرد. اکا مرا میبخشد. این دشوار است میدونم. بغیر از یلمز کسی راضی نمیشود. زیلال برای نگویم میدونم که در همین جایی. برا گفتم میدونم در همین جایی. برا بیناموز در را میشکند. اوما به خود داشته اوما ایسا مرا زیده ایسا من رو میکشم. هر دیتان رو میکشم. ایستا قربان شوم. او دیوان است. او تو را میپروند. وای بد خشم است. لیکن اکرام قرام شو. راست میگوید. برای تا ناموسم رو پاک نکنم نمیمانم. ایستا میگویم. بس است.
من نبرویم. شما را در تشویش موندم. کشد کشتن گیرد. تو چی ها میگویی؟ این تلاش را بیفایده است. اگر کشد مرا کشد همه خلاص میشود. همه. دیلان ایستا آرام شو. بمنده. چرا آمده در رفتن مردم دل میزنی؟ سردید من را. شما کاردار نشوید. بمنده. این دعوای ناموس است. دعوای من است. من رو میبرم آقای حمید. از اینجا براره دورا. برید. هر دیتان رو میکشم. هر دیتان رو میکشم. میدانم قدر کودکی در بطن بوده این است. اما شما رو پنهان نکنی. هر دیتان رو میکشم. او دیوانه بوده است و خدا تماما دیوانه. به خدا در وقتش آمدی حمید. تشکر به تو. سلامت باش زیلال. رفتیم پسرم اونجا را خبر گیریم. کجا گم شدند؟ با عقل شو پسرم. به خود بیا. گوش کن. در این مسئله یلماز گناه ندارد. خواهرت هم گناه ندارد. مگر آنها را نمیدانی؟ دختری بیچاره را قماندان تجاوز کرده است. تو این را میفهمی؟ یک اندیشه کن. با من بیهوده سفسطه نگویید. هر دویشان را یک جا دیدم. باز چی میگویید؟ جزایشان رو میبینن. جان هر دویشان رو میگیرن. بس کن. من تو را آدم گفته با تو گپ زدم. به خدا زمانهای پیش میشد من با تو تماما گپ نمیزدم. اما حالا پسرم طاهر این کارها رو نمیخواهد. بگذار قرار تو را او برآورد. حاضر میآید. رفتیم. ای خدا. رفتیم. میرویم. میروند. دوره دورا. دخترم بس اکنون گریه نکن. این کار حل می شود. او را چقدر آرام نکنم در آخر باز به دستش می افتم و او مرا می کشم. طاهر بیاید به یگان قراری می آییم. مرا ببخش یلماز. سری تو را هم در بلا ماندم. از برای من. این طور نگوی زیلان. تو حیاتی مرا نجات داد. تنها مرا نه همه دیه را نجات دادی. برای تو کاری از دست ما می آمده را میکنیم. خاطر نشو. کاری کرده نمیتوانی یلماز. مرا نگیری علاج دیگری نیست. خدایا چیکار کنم؟ دختر رو در همه جا گم کردیم با تخماندو. خوبید زودتر. همه جا رو خوبید. دختر رو یابید. مایش. زنگ‌های دلگیر کننده را با سرودهای نو عوض نمایید. منم عاشق با چشمون سیاهی تو دل جان دوری کنی در عشق که تو یار ناتابم گم کرده تو را یار قسم سال من عاشق تو نیست عزیز بچم نیست ای خونم شده ویرانه موج تو
qamallab usta beto sanqi usta beto navardi modelarda مرا تقدیر از آچم جدا کرد خدایا این حرفات همه دروغن دوستم نداری پیراهی تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.